و معقولترین و درستترین راه این است که تشکل‌های سیاسی که حضور دارن و تونستن کسانی رو جمع بکنن، مردم اندیشه‌های مختلف دور هم جمع بکنن، گروه‌های مختلف، اینو باید با هم بنشینن و در یک کار مشترک در حقیقت این محلی رو که باید به اتحاد و هماهنگی برسن تشکیل بدن، نه فقط یه تشکیلات به خصوص. و بحث موقعی بود که شاهزاده رضا پهلوی منشور شورای پیشنهادی شورای ملی رو امضا کردن و این تصور در حقیقت وجود داشت که ایشون یا عضو این سازمان هستن یا عضو این شورای ملی هستن یا نظر خیلی به خصوصی در داستان دارن. و من همون موقع خاطرتون باشه خدمتتون عرض کردم که ایشون با نقشی که بر خودشون از 30 سال پیش که من خاطرم میاد قائل بودن، هیچ وقت عضو یک تشکیلات به خصوص نبودن و عضو یک سازمان به خصوص نبودن و کار تشکیلاتی هم نمیکنن هیچ وقت و نکردن تو این سال و گفتم که نمیکنن. به همین دلیل برای من خیلی جای سوال بود و خیلی منتظر بودم که این بن‌بست باز بشه. با امضا کردن منشور 91 که شاهزاده رضا پهلوی منشور 91 رو امضا کردن، خب نشون داد که ایشون به هر تشکلی که ایران بخش یا بخش عمده از ایران دور خودش جمع بکنه ایشون پشتیبانی میکنن و تایید میکنن. یک در حقیقت گروهی اما از میتونم بگم در حقیقت 2 سال پیش اولین نشستمون مثلا در نیویورک که رفته بودیم به دلیل سفر آقای احمدی نژاد، چون تعداد زیادی ایرانیان از اندیشه‌های مختلف به دلیل همون سفر اومده بودن به نیویورک، ما اونجا رو محترم شما که به همتی که دوستانمون که در بوستون هست همه ما رو دور هم جمع کرده بودیم، 40 نفر بودیم، یه شب در یک رستورانی جمع شدیم که بحث و گفته بود که آقا بالاخره داستان اپوزیسیون باید چجوری انجام بگیره و بعد ما چجوری بتونیم با هم دیگه به توافق برسیم. خب اون شب اونجا شاید از اصلاح طلبان بودن، از دوستان جمهوری خواه بودن، از مشروطه خواهان بودن، چپ بعضی از نمایندگان چپ بودن، چند تا روزنامه‌نگاران بودن. ولی در ادامه همون گفتگوها همونجوری که خب جسته و گریخته ادامه داشت، 8-9 ماه پیش یه مقدار گفتگوها جدی‌تر شد و در حقیقت یک متنی به عنوان ائتلاف ملی آمد به تهیه شد که سعی کردیم که بخش کسانی که در حقیقت نه که توده مردم امضا کنن، کسانی که خود ماها فکر می‌کردیم شاید به این کار بخورن و کمک‌کار باشن و هر کدومشون تخصصی در کاری داشته باشن یا به دلیلی در یک مورد به خصوصی متخصص باشن، اونها رو دور هم جمع بکنیم. و وقتی که این شورای ملی آمد بیرون و شاهزاده امضا فرمودن شورای ملی رو، ما دیگه بهتره که مقدار آرام بگیریم تا اینکه این سرصداها بگذره و بعد اعلام موجودیت بکنیم. من امیدوار هستم که البته مطمئنم که وقتی این ائتلاف هم اعلام بشود تا 1-2 هفته دیگه شاهزاده رو هم امضا خواهند کرد و بعد همه ما میتونیم با هم دیگه یک در حقیقت جمعی رو تشکیل بدیم که از اونجا به طرف یک کنگره ملی شاید بتونیم حرکت کنیم. یعنی شما در این حال میفرمایید که 2 تا جریانه، یکی در یک رستورانی در بوستون، در نیویورک دور هم جمع شدن، برای خودشون یک منشوری، یک اصولی رو تدوین کردن و زیر اون رو امضا کردن و این تا 2 هفته دیگه تکلیفش روشن میشه. این از یک سوس، اینو فقط درست فهمیدن؟ 2 سال پیش ما با هم جمع شدیم ولی اون در حقیقت جسته و گریخته بود، از 9 ماه پیش جدی شد. به اصطلاح تونستیم بخش از بچه‌ها با هم جمع شدیم، اون بچه‌ها دوره جمع شدین، بنابراین یک متنی رو نوشتید که اون متن رو امضا کردید و برای نهایی میشه. تا 2 هفته دیگه اون رو هم باز اعلام میکنید و عرضه میکنید ببینید که از پشتیبانی شاهزاده رضا پهلوی برخورداری یا نه. بله فکر کنم باشه. این یک. درست. 2 در رابطه با حزب مشروطه اتفاقی که افتاده این است که شما بعد از بررسی که کردید به این منشور رو امضا کردید یا منشوری رو گذاشتید که شاهزاده اون رو هم تایید کرد؟ حزب در حقیقت ما در این جمعی که به نام ائتلاف ملی به حساب داره معروف خواهد شد، در این جمع به صورت منفرد وارد شدیم. خب اگه بخوایم سازمان‌ها رو وارد کنیم خب باید جدی عمل کنیم. 3 تا 4 تا سازمان که جدی باشن شاید بیشتر وجود نداشته باشه. به همین دلیل و چون وزنه‌هاشون با هم برابر نیست اونجا خودش اشکال ایجاد میشه. به طور منفرد وارد این جمع شدیم. ولی مطمئنا وقتی کدوم جمع؟ یعنی همین جمع ائتلاف ملی. در اون ائتلاف ملی. بله.
من دارم این منشور شورای ملی رو میپرسم. شورای ملی رو خب بالاخره اومده بیرون، شازده امضا کرده، یه تعدادی امضا کردن. یه اونجا شما به عنوان حزب مشروطه امضا کردید یا نه؟ ما امضا نکردیم. ما هنوز امضا نکردیم. بلکه لزوم نداره. بلکه چیزی ببینید چیز اجباری نیست. یه جمعی هستن، تعداد ایرانی با هم هستن، باشون ما به جمعی هستیم، با هم بعدن کار خواهیم کرد. هر دو هم به هم احترام میذاریم، هم برای هم آرزوی پیروزی میکنیم، قراره کار مشترک هم با هم بکنیم. یعنی کماکان موضع حزب جمهور مشروطه ایران همون مواضع سابقه که دلیلی برای امضای این منشور نمیبینه. بله دیگه، چون طبیعتا ما داریم یک جمع دیگه رو باش کار میکنیم. خب یعنی اون جمع ائتلاف ملی. بله، که بعد اینا با هم کار خواهند کرد. بعد شاهزاده پذیرفتند که در صورتی که موافق باشن با متن ائتلاف ملی اون رو هم امضا بکنن. دقیقاً آقای فروزانی، خاطرتون باشه دفعه قبلم خدمتتون عرض کردم، شاهزاده ظرف 30 سال گذشته هر وقت هر گروهی هر جمعی رفته پیششون گفت آقا ما می‌خوایم مبارزه کنیم جمهوری اسلامی، براشون هم آرزوی موفقیت کرده، به هر چیزی هم که نوعی هم که تونسته کمکشون کرده. و مطمئنا این دفعه می‌خوام کار خواهد کرد. مطمئنا دفعه هم همونجوری که به حساب منشور شورای ملی امضا کرده، منشور 91 امضا کرده، مطمئنا اگه ائتلاف ما هم اعلام بشه مطمئنا من امضا خواهم کرد. خب بعد چطور میشه؟ یعنی ما منشور ائتلاف ملی داریم، بله. یک منشور شورای ملی داریم. از یه طرف هم آقای نوری‌علا یک منشوری رو دارن، بیانیه‌ای رو دارن. آقای نوری‌علا توی جمع ما هستن. یعنی آقای نوری‌علا و گروهشون توی جمع همین ائتلاف ملی هستن. یعنی شما یک سازمان هست و یک سری افراد منفرد. خیلی آقای نوری‌علا با چند تا دوستانشون به طور منفرد در این جمع ما هستن. یعنی سکولارای سبز نیستن. خب نه، به عنوان سکولار سبز به عنوان شخص خودشون هستن. منم به عنوان شخص خودم هستم اونجا، نه به عنوان حزب مشروطه. یعنی یک مجموعه است که من میخوام خودم گیج نشم، از بعضی از اعضای حزب مشروطه ایران، بله، بعضی از سکولارهای سبز، تعداد زیادی منفردین، آدمای منفردی بیرون میان آدم که چقدر پیچیده. نه برای همین ما چون یه کامپلیکیت میشد که بخوام هم احزاب بیان، هم احزاب بیان، همین آدمای ایندیویدوال، تو هممون به عنوان آدمای به طور شخصی میام تو این تشکیلات که دیگه قاطی نشه، هم شخصی هم حزب هم فینا. خب شما اهل کار تشکیلاتی هستید، خیلی بهتر از من متوجه میشید که فواید اینو اونجا یک اقدامات چیه. دوگانگی ایجاد میشد. یعنی شما بخواید رأی بدید باید بشمرید مثلا چه تشکیلاتی چقدر وزنه داره، چقدر نیرو داره، چقدر حق رأی داره، چقدر نداره. این به وقتی بتونید تکی وارد میشید دیگه همه با هم برابر. خب وقتی قرار باشه که شما با این کسانی که کمیته موقت و بعد این کنگره ملی، یعنی شما هم میایید با هم با این افراد این طرف کنگره ملی رو تشکیل میدید، یا اینکه نه هنوز این روشن نیست؟ من فکر کنم که بهترین راهش این خواهد بود که این گروه شورای ملی و گروه ائتلاف ملی تعدادی هم از آدمای متفرقه، ما نمیخوام تاجور نمیخوام چیزی بیرون باشه هیچ وقت. ولی خب شاید خیلی آدمای منفرد باشن که به درد کار میخورن، آدمی هستن که تخصص دارن ولی دلشون نمیخواد تشکیلاتی بشن. بله. مثلا نمیخوام برای تو تشکیلات خودشون در 4 تا تشکیل یه تعداد آدمای منفرد میتونیم به انتخاب کنیم که خودشون به صفه وجود خودشون بیان و یک دقیقاً اونجای شورای تشکیل میشه که اون جمع میره کنگره برگزار میکنن. آقای فؤاد پاشایی، همه این کارا، این شورا بازی‌ها، هیئت‌ها، اینا بر چیه؟ اینا به عقیده من اشکال عمده‌اش این است که بشود اشکال فرهنگی جامعه ایران رو یه مقداری کمش کرد. یعنی چی؟ اشکال فرهنگی که ما برامون کار کردن با هم خیلی مشکله، به خصوص در فضای دموکراتیک. یه رهبر کاریزماتیکی پیدا میشه همه رو زیر خودش جمع میکنه به فرمان خودش. خب اون یه روش بود که در بهمن 50 امتحان کردیم. بعد دیگه اون رهبر کاریزماتیک همه چیو دست خواهد گرفت، همه کارام خواهد شد، همه جورم به حساب حذف و غیر حذف و تایید اینجا خواهد. ولی وقتی قرار شد جامعه که 1400 سال با روش‌های دموکراتیک خیلی آشنا نبوده حالا با هم کار کنه، مطمئنا مقداری راحت نخواهد بود. سخت است ولی انجام میشه مطمئنا. من مطمئنم انجام. آخه این فقط یک درصد بسیار بسیار کمی از جمعیتی است که خودشو ایرانی میدونه. درست. بخش عمده‌ای که در داخل ایران هستند تحت شرایطی نیستند که
با این مسائل تشکیلاتی بتونن همراه باشن. یعنی مطمئن همینطوره. من خب این دزد سوم میزنه و میبره. اگر این جمع بتونه خوب با هم کار کنه و مردم ایران ببینن که آدم‌هایی از اندیشه‌های مختلف گرد هم آمدن، دارن با هم کار میکنن، تونستن به حساب با هم همراه و هماهنگ بکنن کارشون رو با همه اخلاق‌های این متفاوت. کارا چیه که باید مردم بدونن آقای پاشایی؟ ببینید ما در یک شرایط فوق‌العاده حساسی در کشورمون زندگی میکنیم. شرایطی است که شما نمیتونید پیش بینی بکنید که همه چیز 6 ماه دیگه در همین روال جلو خواهد رفت. اگر قیمت ارز از 3450 تومان ناگهان برسه به 7000 تومان، 6000 تومان، خب این ائتلافات دارن چیکار میکنن؟ ما تمام این وقتمون داره صرف این میشه که کی شاهزاده رو میکشه سمت خودش. اتفاقا نظر من به خصوص درست برعکس اینه. یعنی چی؟ شاهزاده طرف هیچ کس نیست، بهترشون نباید باشه. نمیدونم، ولی ایشون ببینید شما اشکالی که 2 هفته پیش اومده بود همین بود، 2-3 هفته پیش، که همه فکر می‌کردن شاهزاده جای واسطه که به حساب به یک سازمان به خصوصی تعلق داره. پس حالا هر کی در این سازمان امضا کنه یا خیانت کرده یا خائنه یا به وطنش علاقه‌مند نیست یا مثلا آب واسه دشمن میریزه. در صورتی که عملکرد ایشون شده که نه، ایشون در این جایی نیست که به یک گروه به خصوصی متعلق باشه. ایشون به همه، به هر تشکلی که میخواد کار کنه متعلقه و اون موقع راضیه که یک جمعی از اندیشه‌های مختلف دور هم جمع بشن. بسیار همه اینا قبول، دستای منم بالا. این چه فایده داره به حال مردم ایران؟ امروز شما به من بگید با این مسائل متعدد و پیچیده‌ای که جامعه ایران باهاش مواجه هست، شما به من بگید که کی این مسائل تشکیلاتی و زیر سایه ایشون بودن برای یه عده اهمیتشون اونقدر نیست که پرداختن به مسائل ایران هست. آخه ایشون هم اگر یک سرمایه ملی هست، اگر یک کسی است که در واقع مردم باید بهش نگاه میکنند، به خاطر تنزه ایشون و پاکی ایشون نیست، فقط به خاطر این است که فکر میکنن این آدم میتونه رهبری یک سری اقدامات رو به عهده بگیره، یعنی در جلو قرار بگیره. آقا ما امروز احتیاج به کسی داریم که در جلو قرار بگیره، نترسه. بر تغییر شرایط امروز کشور ما احتیاج به بولدوزر داره. جلو بودن یه مطلب است، اینی که شما بتونید همه رو جمع کنید. مطلب ایشون جلو، اگر این حرکت دموکراتیک نباشه، جلو بودن ایشون نمیتونه جمهوری خانه بیاره. کدوم حرکت دموکراتیک؟ اجازه بدید آقای پاشایی، با احترام به شما که میدونید احترام بسیار زیاد دارم برای شما، برای حزب مشروطه، برای همه اون کسانی که نمیشناسم در ائتلاف ملی. آقا مردم ما اینایی که در خارج هستن باید کاری بکنن که صدای مردم ایران در تایید اینها در بیاد. هدف همینه. چجوری؟ هدف این است. ببین آیا شما فکر می‌کنید صدای مردم ایران فقط در تایید طرفدار پاچایی در میاد؟ همه مردم؟ من نمیدونم. من فکر نکنم. من فکر کنم صدای مردم در تایید فقط طرفداران جمهوری هم در بیاد. اینم نمیدونم. اما اگر همه نمایندگانشون با هم جمع بشن و همین با هم باشن، مردم از اون تصویری که نگاه میکنن، این آقا یه تصویری که از همه اندیشه‌ها دارن با هم کار میکنن و همشون میخوان به این دیوار جمهوری فشار بیارن. و اگر مثلا میگن مثلا پنجشنبه دیگه بیان بیرون، این فقط طرفدار پایچایی هستن که ایران میکنن یا طرفدار جمهوری مردم ایران چه با شاهزاده چه بی شاهزاده از این قضیه خواهم گذشت. خارج نشینا رو که 2 نفرشون تو این برنامه هستن که بنده که جناب عالی، نه درسته، به طور طبیعی ما رو نه قبول دارن نه بهمون اعتماد دارن، به دلیل عملکردمونه. درست؟ حالا به هر علتی هست. تنها چیزی که بتونه این وضعیت رو عوض بکنه عملکرد متفاوت ماست که میتونه نظرها رو به طرف ما جلب بکنه، مردم رو به طرف ما جلب بکنه. درسته یا نه؟ عملکرد رو میتونه جلب بکنه. درست. اون عملکرد باید رفت دنبالش. خب عملکرد کجا ایجاد میشه؟ تک تکی، یه نفر، سازمان، یکی همین رو با هم جمع بشن. اگر همه سازمان ها اندیشه ها با هم جمع بشن و با هم یک به مردم ایران یک حرف رو بزنن، بهتر است یا هر سازمانی حرف خودشو بزنه. این بگه چهارشنبه بیاین، اون بگه پنجشنبه بیاین، اون بگه جمعه بیاین، اون بگه ساعت 3 بعد از ظهر بیاین، بگه ساعت 4 صبح بیاین.
یا همین رو با هم بگن آقا پنجشنبه ساعت 4 صبح مثلا بیاین. اون موقع مردم تکلیفشون مشخص‌تره. مردم موقع خیالشون راحته. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی تو این سال‌ها و سربازان گمنامش کردن ایجاد امیدهای واهی و بعد شکست خوردن امیدها بوده. یه آدمی اومده گفت من شما رو آزاد می‌کنم تو هفته دیگه آماده باشین. اون یکی اومده گفت نه ولش کنین من شما رو آزاد می‌کنم تو 2 هفته دیگه آماده باشین. اگر یک برنامه درستی باشه و همین صداها با هم باشه من مطمئنم کار می‌کنن. و مردم همین میخوان که ما بتونیم هممون با یک صدا صحبت کنیم و با یک برنامه مشخص رفتار عمل کنیم. من اون چه که حس میکنم از طرف مردم ایران، یعنی نه از طرف مردم ایران، به عنوان یک کسی که خب همون اندازه که شما ممکن ارتباط داشته باشید این مقدار کم و بیشتر همون ارتباطات رو داره، من نگاه میکنم میبینم که این روزها وزارت امور خارجه آمریکا مجاهدین رو از لیست تروریستیش در آورده. یه سازمان کاملا هدفمند، یه سازمانی که مطلقاً از پایه‌های مردمی در ایران برخوردار نیست ولی کاملا اعتقاد داره به این که مردم رو میشه، افکار عمومی رو میشه ساخت، افکار عمومی رو میشه تغییر داد، تاکتیکا و تکنیکاش هم بلده، پولش هم داره و به طور سیستماتیکی در این زمینه کار میکنه، داره میره جلو، به یه نوع سنترالیسم دموکراتیک خاص خودش اعتقاد داره و ممکنه تا این گروه های مختلف بر سر اینکه شاهزاده بالای جلسه بشینه یا وسط جلسه بشینه به توافق برسن کار تموم شده باشه. اگر از طرف مردم ایران باشه یه بحث هست، از طرف سازمان مجاهدین باشه یه بحث هست. مجاهدین امکانات مالیشون رو بقیده من ظرف 15-20 سال گذشته همیشه داشتن. ظرف 20 سال گذشته اینا با امکانات مالی گسترده کار کردن. عجیب و غریب. تشکیلاتشون هم به دلیل همون پول مقدار زیاد به خاطر پولشون دقیقاً درسته، تشکیلات به طور منظم دارن. ولی چطور اگه میتونستن این مقصودی که شما میفهمید بکنن توی 20 سال کرده بودن، توی 15 سال کرده بودن. و اگه تونسته بود اثر بذاره در توده مردم تا رو گذشته بود. ببینید وقتی خمرهای سرخ آمدن در کامبوج احتیاج نداشت که روی مردم کامبوج اثر بذارن، آمدن کشتن، از بین بردن، حکومت هم کردند، کامبوج هم عقب انداختند. بنابراین من فکر نمی کنم مجاهدین خلق در پی محبوبیت بین مردم باشن. اقتدار سیاسی الزاماً با محبوبیت میان مردم به دست نمیاد، چنانکه حاکمیت فعلی مقتدر از نظر سیاسی، حاکمیت هم به دست داره ولی از هیچ نوع محبوبیتی برخوردار نیست، مورد نفرت مردم ایرانه. مجاهدین برای اینکه به قدرت برسن یا باید مردم رو داشته باشن یا باید خارجی‌ها رو، یا باید به طور مردم که نمیتونن برن، یا باید به ضرب و زور توپ و تانک آمریکایی برن تو کشور بشینن. بله. خب اگر اون اتفاق بیفته اون دیگه به شورا و غیر شورا ربط نداره. اگر چنین برنامه‌ای ریخته شده باشه، نه آخه اگر آلترناتیو دیگری در مقابل غرب وجود داشته باشه برای خودنمایی و این آلترناتیو در ایران تونسته باشه کار بکنه، بنابراین این شانس دیگری هست. بله. ولی اون چه که من دارم میبینم این است که هی بکش واکشه، این از اون سو میکشه، این از اون سو میکشه. امروز یه مقاله در میاد در تایید شاهزاده رضا پهلوی، 2 هفته بعد یه مقاله در میاد در مذمت ایشون، 4 هفته بعد یه مقاله در میاد که هر دوتای اونا رو نفی کرده. به قول آمریکایی‌ها give me a break. این اشکال اخلاقی جامعه متاسفانه چیکارش باید بکنیم؟ یکی از مضرات دموکراسی همین است که نمیتونید جلوی زبان مردم رو ببندید. کسی نمیگه زبان مردم ببندین، ولی این کارا ما رو به جایی نمیرسونه. من نمیدونم چی باید بگم. اگر براندازی یک امر تخصصیه، اگر تخصصی سیاسی است، یعنی کسانی که براندازی رو میخوان برن دنبالش قاعدتاً باید یک شعور خاصی داشته باشن، آگاهی‌های خاص داشته باشن، باید برن که اینا یه گروه خاصی هستن، قاعدتاً حول یه محوری، حالا یه شورای مرکزی، یه فرد هر کی هست، جمع میشن یه حرکتی رو آغاز میکنن. اما فقط این اتفاقاتی که تا حالا افتاده فقط برای شوی تلویزیونی خوبه. من متأسفانه ظرف 2 هفته گذشته تعدادی برنامه که زیادم تو این صحنه آشنا نیستن فقط شلوغ کردن. بله. این صحنه رو شلوغ کردن ببین که اصلا خبری باشه. بلکه بعد من لزوم نشین داستان با بی خود و بی جهت شلوغ باشه. شما نمیتونید به زور حمله به دیگران مردم به اتحاد بیارین که آقا اگر نیایید خائنید. خب
یا میاد اونجا ولی کار نمیکنه. خب شما میگید اون شورا امضا میکنه کار نمیکنه. من معتقدم بعد شما کسانی جمع بشن که به قول شما با تخصص دارن، جنگ روانی بلدن، به حساب جامعه شناسی تا حد زیادی میدونن جامعه چوری میشه به حساب بسیج کرد، میدونن توده های مردم رو چوری میشه به حساب خیابان آورد، خواسته هاشون چی هست، بعد به اون خواسته های چوری به فکر کنم به اون خواسته ها میرسن و به اون خواسته ها رسوندشون. این نوع آدمای متخصص خیلی به حساب بهتر میتونن عمل کنن تا کسایی که با سر صدا و جیغ و هوار فقط میخوان عمل کنن. یا رهبرانی ما باید داشته باشیم که اینها بی توجه به این تاکتیک ها و تکنیک ها، اگه یادتون بیاد در زمان خمینی چنین اتفاقی افتاد، بر مبنای یه نوع مقبولیتی که بین مردم پیدا میکنن مثل بولدوزر عمل کنن و مردم و جامعه رو دنبال خودشون بکشن. البته روش خوبی نیست ولی شاید تنها چاره است. مثل اینکه تنها زمانش گذشته واقعا اون روش خمینی زمانش گذشته. شما یه نفر جلو بیفته همینجوری مثل بولیده بره، ولی میشه با روشن کردن مردم تنها. یعنی شما اون تصویری که برای ایران آینده داری به مردم بدی و مردم ببینن در اون تصویر جاشون مشخصه و آیندهشون مشخصه، حاضرن ریسک کنن. ببینید مردم میخوان یه کسی اینا رو از دست این رژیم خلاص کنه با کمک خودشون. معلومه که با کمک خودشون، اونایی که در خیابونای تهران خون میدن، ولی مردم اون آدمی رو میخواد بگه که آقا این عمل رو باید رفت، این کار رو باید کرد. خمینی نشست و گفت شاه باید برود. اینو گفت. بله. کی هست که در خارج از کشور دارای این سحر کلامه که بگه آقا خامنه‌ای باید برود، بر اساس این بایسته، بجنگه، خطر بکنه و بره خودش و دار دستش برای برانداختن خامنه‌ای؟ یه تفاوت داشتیم. سازمان‌هایی که زمان شاه وجود داشتن به عقیده من هیچ کدومشون این دورنگری در خودشون نمیدن که بتونن رژیم شاه رو ساقط کنن به تنهایی. مخالف بودن، نق میزدن، مخالفت میکردن، ولی در خودشون توانی که رژیم ساقط کنن نمیدیدن. وقتی خمینی با پشتیبانی توده‌ای به صحنه آمد، گفتن آقا بریم پشت این واسیم، با کمک این میتونیم والا این کارو بکنیم. برای همین همشون رفتن پشت سر اون واسدن. شما ببینید الان مثلا بگم من به عنوان حزب مشروطه ما سالیان سال از دستمون برای اتحاد به طرف همه دراز است. دوستان جمهوری خواه ما نمیان، با هم رابطه خوب داریم، با خیلی هاشون هم دوستیم، ولی نمیان در اتحاد شرکت کنن. حاضر نیستن در من همیشه گفتم میدونین اشکال کجا؟ مشروطه خواهان خودشون صد اتحادن. شما میدونین اشکال کجاست؟ کجاست؟ بگم. شما یه حزب درست کردید به نام حزب مشروطه ایران. این اصلا یه سازمان مبارزاتی نیست برای براندازی یک سیستم. یک حزب، یک نهاد دموکراتیکه که میگه یه آرمانهایی داره. یکی از اون آرمانها براندازی جمهوری اسلامیه، بقیهش تمام ایدئولوژی است که حزب مشروطیت ایران تعقیب میکنه و میخواهد بگه اگر حزب مشروطه ایران در آینده در پارلمان ایران اکثریت بیاره، در انتخابات مردم بهش رأی بدن، این کارا رو خواهد کرد. درسته؟ درست. ولی ما اولش گفتیم بر سرنگونی جمهوری اسلامی اولین قدم است برای اینکه حالا ما به اینها برسیم. اما سازماندهی شما در جهت اجرای این اولین قدم طراحی نشده. ولی درسته نه؟ در اون مسیر طراحی نشد. ما در مسیر تغییر فرهنگ سیاسی طراحی شدیم. در این حالی که گفتیم اولین بندمون سرنگون حکومت است. ما چون در خارجیم، ما اول خودمون در خارج سازماندهی کردیم. شاید ما 4-5 سال پیش یا شاید بیشتر در ایران نقش به حساب تشکیلاتی داریم. الان شاید من نتونم خیلیشو باز کنم، ولی در ایران مثلا در 2 سال حتما باز نکنید. یکی دلایلی که 2 سال پیش از جنبش سبز پشتیبانی می‌کردیم، خیلی از خارج نمی‌کردن، به دلیلی که ما در جنبش سبز بچه‌هامون تو خیابون بودن. خب پس شما دارید جواب منو میدید. در جهت اجرای اون خواست اول، در جهت براندازی جمهوری اسلامی، شما یه شاخه‌ای رو دارید که کنار این ساختار کلی داره عمل میکنه، اما اون رو نمیتونید بازش کنید توی برنامه تلویزیونی. اینو من میفهمم. طبیعتا اینجوریه. درسته اینجوریه؟ دقیقاً اینجوریه. ما در ایران تشکیلاتمون اگر به اندازه خارج نباشه، بیشتر نباشه، کمتر خارجمون نیست. ولی میگم ما 2 تا پیش دیگه دلایل عمده که از جنبش سبز با اون قاطعیت پشتیبانی می‌کردیم، چون میدونستیم تو خیابون تهران چی می‌گذره. بچه‌هامون تو خیابون تهران بودن. زندانی دادیم،
هنوز هم زندانی داریم تو ایران و سربازان گمنام امام زمان و به اطلاعات هم سخت در حد خارج دنبال ماست. در مورد نفوذ در داخل حزب هم بسیار تلاش کردن، 4-5 موردش رو تونستیم کشف کنیم، رد کنیم از سر خودمون، مطمئنا مواردی رو نتونستیم همون کشف کنیم و مجبوریم به همین دلیل خیلی مطالب همجوری محفوظ نگه داریم به این دلیل. ولی نه، اون بخش رو دقیقاً داره کار میکنه.